بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. هموطنان، پدران، مادران، برادران و خواهران، مظلومین و مبارزان تاجیکستان، میnnatdاری خود بیان میکنم به هر یک شما، هر یک نفری که اینجا به خاطر بهبودی وطن سرجم آمدین صحبت میکنیم. الله حسب شما راضی باشه. و انشالله که میدونین در روزهای اخیر بعضن حرکت های شما که کردین، حرکت های پر سر صدا هایی که بود در چند کشورها در کنج دنیا که خیلی هم ناراحت کرد رژیم امروزه را، رژیم دیکتاتوری را. و میدونین که یک چند مبارزایی که هستند نوابسته از کدام حزب و گروه و سازمان بودن اونا که پدر و مادرای اونا، نزدیکای اونا، همسرای اونا از طرف رژیم امروزه برده شدند به طرف محکمه. و البته رژیم امروزه به هر یک شما معلوم است، حرکتاش، سیستمش، استراتژیش به هر کدام شما معلوم است. من از شما عذر میخوام که امروز صحبت من زیادتر بیان کردن نمیتونم. هیچ ربطی هم نداره به حادثه امروز شدگی. منظورم اینه که او تهدید و فشارها بالای سر پدر و مادر آمده است و خودی بنده پدر و مادر آمد دیروز سحر پیش از اونی که ما در تظاهرات برآمده بودیم علاقه برده بودن و تا امروز محکمن و چالی که نوشته کرده بودیم پیشتر که حتی گفتن که تا برای اونا لباس بیارن. فکر میکنم که نیت دارن اونا را زیادتر اونجا نگه دارن. خب در این مسئله گفتنیم که ما همون نفری هستیم که دیروز بودیم و همون نفر امروز هم باقی موندیم. یعنی که هیچ تعدید یگان عملهای اونا نمیتونن که سر راه مبارزه ما را بگیرن. و همون نفرای هستیم که استوار بودیم و استوار میمونیم در راه خودمون و انشالله که تا آخر میبریم. و هم خیلی برادرای دیگری که هستن مبارز. فقط این شب روز ما طلب داریم که دعاگو باشیم در حق پدر و مادرها، چون که پدر و مادرای ما البته میدونیم که جوان هستند، تن دردمند دارن. در حق اونا دعاگو باشیم و باقی مبارزایی که هستند و میدونیم که هیچ وقت شکسته نمیشون. البته مبارزا اگر نفری که حقیقتا مبارز باشه از عملهای رژیم بازم در راه مبارزش قوی تر میشه، نه اینکه خفا بگرده. و انشالله امیدوارم که بازم شما در راه خودتون قوی تر شید. فقط دعا در حق پدر و مادرها و نزدیکایی که امروز از روی حرکت‌های ما مقصد کنج محبسند و امشب روزا وقتی خودشانه در عدل در همون ملت سخنان میگذرانند. دعاگوی امنا باشیم. و این راهی هم که انتخاب کردیم، این اذیتایی که ما پدر و مادرامون کرده استیم، البته که از مستیمون نیست. البته که میدونیم که این حرکتایی که گرفتیم این راه آسان هم نیست. اگر که راه آسان میبود فکر نکنیم که به ما و شما میرسید. میگه باید کسی دیگر میگرفت پیش میبود، کسی دیگر میگرفت حرکت یا که بر وقت این راه را بسیار آدم میگرفتن. سبب این راه را نگرفتن یعنی که مشکلی ها داره. در تاریخ انسانیت هم هر یک نفری که مقاومت کرد علیه ظالم، فشارها بالای پدرش، بالای مادرش، بالای خش اقرباش آمدگی بود. البته قربانی ها داره. گفتیم قربانی های جان داره، قربانی های مال داره. همین قربانی ها دوری از پدر و مادر داره، زندانی ها داره. و بخیر هم بازم همون میگیم که همون نفری که دیروز بودیم همون نفر با امروز باقی میمونیم. هر چند که اگر که ما را پدر عزیزمون، ما اینجا البته حقی نداریم که از نام هر یک مبارزی را سخن کنیم. از نام خودم شخصا سخن میکنیم که اگر که گرچند که پدر و مادرم برای مرا خیلی عزیز باشن، خیلی عزیزترن، برای هر یک انسان عزیزترین شخص پدر و مادرش میشه. هرچند که عزیزم باشن نمیتونیم که به خاطر عزیزای خودمون ما چشم خودمون بپوشیم و 8.9 میلیون اهالی که ما داریم نوابسته ملت مکانش ما را فراموش بسازیم.
اگر هر یک نفر ما امروز بالای سر ما ظلم بیا و ما از مبارزه دست بکشیم، پس این مردم ما را، دین ما را، وطن ما را کی آزاد میکنه؟ به همین خاطر رژیم امروزه بازم شرمنده کرد خودش، بازم اثبات کرد که رقیب نامرد است، بازم اثبات کرد که ضعیف است. یعنی که در اصل بگیریم اگر هیچ وقت حتی اگر رقیبت ظالمترین ظالما باشد، خونخوار باشد، نه یک پراوی لایخه چون دارن در مخاربه که به طرف زن، به طرف مادر به سن اونا نظر نمیکنن، حالا که به طرف اونا ظلم کردن حتی نظر نمیکنن. لیکن رژیم امروزه ببینید که مادرها را، خواهرها را میگیرن زندانی میکنن. این نامرد بودن اخچه نشون میده رژیم. و هر یک عملی که این شب روز میکنه این ضربه‌های تبر برای شای خودشه. و بازم مینداری خدمت بیان میکنه و هر یک برادرایی که در روی خودشان استواره، هر یک تظاهراتایی که گذرانده شدن، تظاهراتایی که بودن الله از دل نیت ناگاه است، همه اینا برای بهبودی مردم، برای آزادی وطن، چی در آلمان گذرانده شد، چی در ترکیه، چی در پولشا و در دیگر جایی که گذرانده میشود، همه اینا حرکت‌ها همش به خاطر وطن. اینا یگان تاش ای مستی نیست، یگان کس در اینجا مزخیست هم نیست. هر یک نفر میخواد که در نزد پدر و مادرش راحت باشه، در نزد فرزندش راحت باشه. ما رژیم امروزه ما را او امکانیتی را نمیده که ما نزد پدر و مادرمون راحت باشیم. باید ما دور باشه و لقمه نان پیدا کنیم برای خودمون و لقمه نان پیدا کنیم برای پدر و مادری که در داخل وطن هستند. به خاطر که این مشکلات ها از بین بروند، ما برای باید چکار کنیم؟ باید که ما سرجم و ما متحد و قیام کنیم علیه رژیم تا مردم مظلوم، مردم مهاجره سرجم به وطن خودمون بگردانیم. این ظلم، این فشاری که بالای سر مردم است، اینا را باید ما برطرف کنیم. و او قسمی که ما نزد الله یاد کردیم، او عهدی که به یکدیگر بودیم برادران مبارز، باید که ما تا آخر استوار باشیم. من ان شاء الله امیدوار هستم که شما بازم در راه خودتون استوارتر شدید و الله شاهد است که یگان چیز سر راه ما را گرفتن نمیتونه. یگانه راهش جسمی به جان است، اما وقتی که یه نفس در بدن ما نباشه. و شما عذر زیاد میپرسیم هموطنا به خاطر که وقتی برآمد شد لیکن ما به خاطر که یک دو واقعیا بود امروز، یک دو واقعیا با ژورنالیستا داشتیم و راستی که الان هم همراه ژورنالیستا هستیم. ژورنالیستا هستن از خب یک نل خارجی هستن و اومدن یک اینترویو با اونا دادیم و به خاطر که کانال تنظیم چه داره باید روایت کرده بشود و به همین خاطر ما کوشش کردیم که یک کوتاه 5-10 دقیقه وقتی خودمون صرف کنیم، صحبتمون بکنیم و امیدوار هستیم که شما هم قبول دارین و خوب میشه که البته که صحبت امروزتون در اطراف نامردی، همین تاکتیک و استراتژی امروزه رژیم حرف میزده تا که به کدام خاطر که این قدر خودش پس میزنه، دست به پدر و مادرها، دست به خواهرها به اینا میزنه، به کدام خاطر در اطراف اینا صحبت کنیم. و عذر میخوام که وقتی زیاد امروز صرف کردن نمیتونم همراه شما صحبت کنم و برای نفرایی که نو داخل شدن بازم تکرار میکنم که هیچ ربط به حادثه دیروز گذشته نداره. یعنی اونی که پدر و مادرای ما امروز محکم هستند هیچ ربط به اون نداره. همون نفری که دیروز بودن همون نفر امروز است. شاید که از اون هم قوی تر باشه و در عوضش که شما با ظلم با بالای پدر و مادر آوردین، از این ظلم بالاتر او است که شما بالای تمام مردم ظلم کردید. یعنی که چیز را تغییر نداد. یعنی اگر به شخصیت ما چیز را تغییر نداد. من فرقی نمیبینم که بالای 8 میلیون مردم تاجیکستان ظلم باشه یا تنها بالای پدر و مادر ما ظلم باشه، همش برای من از ظلمه.
اگر یک همسایه هم که ناراحت باشه این هم برای مرا ظلم، هر یک هموطن هم که ناراحت باشه این هم برای مرا ظلم حساب میشه و در عوضش با ناراحت‌تر باشه. در عوضش باز همراه ما با ژورنالیستاش دیگه ژورنالیست خارجی هم بازم آشکارتر میکنیم، بازم حرف میزنیم که تا چی درجه را شما نامردین، شما کثیفین، شما پستین، یا بازم آشکارتر میکنیم ان شاء الله. تشکر به همتون. اگر گفتنی دارین یک 5 دقیقه دیگه ما در اختیار شما هستیم.